تا حالا شده وقتی که به یه اسپیکر وصلید و دارید آهنگ میذارید یه نفر بیاد هی بگه قطع شما وصل شم و شما هی مجبورید بلوتوثتون رو قطع کنید که اون شخص وصل شه. دوباره پشیمون میشید شما میخواید وصل شید. این پروسه هی باید تکرار بشه، بلوتوث‌ها خاموش و روشن بشن، هی از دستگاه دیسکانکت و کانکت بشید. برای حل این مشکل سامسونگ یک قابلیت خیلی خوب داره. کافیه برید توی بلوتوثتون و از گزینه ادوانس ستینگ این گزینه موزیک شیر رو روشن کنید. موزیک شیر باید توی هر دوتا گوشی روشن باشه. موزیک شیر یه قابلیت گوشی‌های سامسونگ هست که بهتون اجازه میده وقتی یه گوشی مثل این گوشی الان به یک اسپیکر کانکته، ولی دیگه نیازی نیست اگر بخوام این گوشی رو بهش کانکت کنم گوشی قبلی رو بلوتوثش رو خاموش کنم یا از اسپیکر قطعش کنم. کافیه موزیک شیر هر دوتا گوشی روشن باشه و من بیام اینجا از طریق این گوشی وصل بشم به بلوتوث اون گوشی. اینجا اسم اسپیکر رو داریم که بهمون میگه میتونیم کانکت بشیم. فقط یک اجازه از گوشی دوم میگیره که دسترسی بهش میدیم و وقتی که کانکت بشه من الان میتونم از این گوشی از طریق بلوتوث اون گوشی وصل بشم به اسپیکر. الان هر دوتا گوشی به اسپیکر وصلن و هر دوتا میتونن آهنگ بذارن بدونی که نیاز باشه یه گوشی رو بلوتوثش رو دیسکانکت کنیم. برای دیدن ویدیوهای این مدلی کانال رو سابسکرایب کنید.